رقم 2 خوب صدا شکل دوباره بالا میشود. دوستان عزیز بازی اکنون آغاز یافت. فوتبال بازی رقم 2 سیاوش اسرارов است در خط دفاع و سامورای بیگی این متخصص نظر بندازیم چون به همگان معلوم است. بلال سلیمانов این زمان با توپ ضربه میزنه به طرف دروازه و امکانیت خیلی عالی برای بلال سلیمانov. گلاسو گلیسیمو میتوان گفت همین گل را و گلادو بسیار هم ضربه قوی، بسیار هم ضربه زیبا که با گل زیباترین بلال سلیمانov و انجام میرسد در دقیقه 4 رقابت. و یک بازی دیگر در دوره همون در رقابت دستای حسیدات و فیضکند بود. اون بازی با نتیجه بیاد به حمله متوجه شوند. ضربه منوچهر جلیلوف و فوتبال ماسکو در دقیقه 9 حساب را برابر میکند. اکنون حساب 1-1 است. منوچهر جلیلوف دوستان ارجمند با زدن گل مشرف میگردد. کیرسول تبریز با داخل جریمه گو بود و بینید که مبارزه نبردن اونقدر زیاد. تبریز اسلاموف پاس میدهد. اینجا بینید که ارسال با داخل جریمه گو امکانیت برای ضربه زنی وجود دارد. ضربه و این وضعیت برطرف میشود. یک ضربه دیگر. اینجا خود بازی در داخل جریمه گاه دخلونه ویران کرده می شود و دوبار به نقطه ضربه 11 متره اشاره می کند. توجه میکنیم علیشیر جلیلوف از پا افتید. ضربه منوچهر جلیلوف و توپ به دروازه وارد می شود. گل دوم منوچهر جلیلوف در بازی امروز و گل سومی او در موسم جاری چمپیونات تاجیکستان اوید با فوتبال. شیروانی مباشویف پاس داد به علیشیر جلیلوف بر ضد خود بازی ویران گردید. دوبار پنالتی تعیین کرد و منوچهر جلیلوف آن را با گل انجام داد. ارسال به داخل جریمه گاه تبریز اسلاموف پاسیو و اینجا آفساید بوده است. وایدای گلمراد توپ را با بلال سلیمانov برمیگرداند. ارسال به داخل جریمه گاه و چگونه وضعیت خوفناک یک ضربه دیگر زده می شود. شوکت هوتم از کنار پرتاب به داخل جریمه گاه و به توپ اینجا نرسید بلال سلیمانov، اما پاس خیلی خوب اجرا کرده شد با سرعت بلند. در مرکز میدان توپ را میگیرند بازیگران استقلال و همین طور دوبار صداشک خود را بالا میگرداند.